سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو جدید من از چنل خودتون، یعنی FF سوپرمن. بچه ها من اسم چنل رو تغییر دادم برای اینکه اسم اکانتم هم سوپرمنه. و بچه ها الان چرا من با اکانت نوبی هم اینجا؟ خب بچه ها امروز صبح که امروز میشه چهارشنبه، اکانت من تبر خورد بچه ها. و بچه ها اونایی که منو درک میکنن کامنت ها بگن دیگه. و بچه ها موضوع ویدیوی امروزمونم باید پسر خالم بهمون یه چالش بدون مجازات بهمون بده. خب مستر آرنا باید مستر آرنا نه، FF سوپرمن. FF سوپرمن باید با گان تامسون 5 کیلو پشت سرم بگیری، اونم بدون مجازات. بریم داخل ویدیو میشه. خب بریم بچه ها. این اولی، دومی هم زدیم، بریم برای سومی. انشالله که بتونم بزنم. یه دونه مونده، به خدا یه دونه مونده، به خدا یه دونه مونده، به خدا یه دونه. خب زدیم بچه ها، این چالش هم انجام دادیم. خب پسر خاله، نظرت درباره این کیلایی که من زدم چی بود؟ کیلات خیلی خوب بود. خب بچه ها اینم از چالشی که پسر خالم به من داد. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.